بچه سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. این اولین ویدیوی پیج من، اولی که نمیشه گفت ولی خب من همیشه شورت ویدیو میذاشتم. حالا این اولین ویدیوی لانگی که دارم میذارم. میخوام یه روز کاریمو که دارم میرم سر کار، میرم باشگاه، باهاتون به اشتراک بذارم و شما ببینید که چجوری و چیکار میکنم. پس با من همراه باشید. خب امروز روز پا دارم، خودم هم میخوام تمرین کنم. این جردن بونا رو میپوشم چون کفش صافه و باهاش راحت ترم برای تمرین پا. اینجا هم خیلی تاریکه، همیشه هیچی معلوم نیست. کلا این پارکینگ ما یه حالتیه خیلی، مخصوصا این منفی 3 شیب خیلی شدیدی داره و خیلی هم ستون داره. خب از خونه ما تا محل کار من باشگاه تقریبا یه 20 دقیقه نیم ساعت راهه، یه 22 کیلومتر راهه. من هر روز این راهو میرم و البته شنبه یک شنبه ها تعطیلم و نمیرم، ولی خب اگه شاگرد داشته باشم اون روزا رو میرم، ولی 5 روز دیگه هفته رو هر روز من میرم. حالا اینکه کلا تو باشگاه چی کار میکنم، اصلا چجوری مربی شدم توی ترکیه و همه اینجور چیزا رو، و اگه سوالی چیزی هم باشه که حتما برام بنویسید، حتما اینا رو توضیح میدم و ویدیوهای جداگونه میخوام بگیرم بذارم. تصمیم گرفتم که یه سری ویدیوها راجع به این موضوع بگیرم بذارم و کلا میخوام این چنل جوری باشه که با هم دیگه حال کنیم دیگه، اینجوری نباشه که بخوام یه چیزی رو توضیح بدم. میخوام کلا کاری که میکنم روزانه، کلا فکرایی که دارم راجع به کارهایی که میخوام انجام بدم، اینجور چیزها رو با هم دیگه بگیم. یعنی تخصصی این نباشه که فقط برای ورزش باشه و اینا. من این کانالو سال 2020 بود فکر کنم باز کردم، راه اندازی کردم، زمان کرونا بود اون موقع، ولی خب بعد یه ویدیو گذاشتم ولی بعدش هیچی نذاشتم دیگه. یعنی اینقدر درگیر و اون شرایطی که کرونا داشت و اینا بودیم که اصلا دیگه نذاشتم و هیچ کاری نمیکردم. تا الان مدتی که شورت ویدیو میذارم و گفتم بذار ویدیوهای لانگم بذارم، یه خورده هم دوستای جدید پیدا کنم، همین که ببینم کلا کیا کجا چی کارا میکنن، یه خورده با هم دیگه اینجوری ارتباط داشته باشیم دیگه. اینجوری حالا الانم یه کار بانکی خیلی کوچیک دارم و بعدش مستقیم میرم به سمت باشگاه. یه چیزی که بچه‌ها جالبه، امروز روز جمهوریت توی ترکیه است، تعطیل رسمیه. تو این روز یکی دو روز تعطیله. اینجوری همه از خونه هاشون و حالا ادارجات و هر چیزی که هستش، مغازه ها، همه پرچم ترکیه رو اینجوری آویزون میکنن. خیلی به این روز معتقدن و جزو اعتقاداتشونه. اصلا خارج از این که دولت و حکومت کی هستش و چی کار میکنه، مردم این روزو خیلی بهش اعتقاد دارن و جزء فرهنگشونه. اصلا روزی که ترکیه به جمهوریت رسید، حالا اگه اشتباه نکنم دقیقشو نمیدونم ولی میدونم همچین چیزیه، روزی که آتاتورک ترکیه رو به جمهوریت رسون، یعنی روز جمهوریت ترکیه بهش میگن. میبینید همینجور پرچم از همه جا آویزونه. خب منم اینجا رسیدم باشگاه، الان پیاده شدم بیرونم بهتون نشون بدم، ولی چون یه ذره باد میاد فکر کنم صدام بد بیادش. اینم باشگاه بر خیابون توی محله خیلی ساکت و آروم. بریم یه تمرین کنیم، بعدش هم شاگرد دارم و بعدش هم باید وایسم باشگاه شیفت کاری. حالا
بازم ویدیو میذارم براتون. خب گفتم روز جمهوریت، این همه جا پرچم زدم. خب اینا بچه ورودی های باشگاه که هر کسی با موبایلش اپلیکیشن باشگاه دانلود میکنه. اینجا QR کد داره، با این QR کد اینجا میزنه و میتونه ورود کنه. خب بچه این هم فضای باشگاه. حالا کلی ویدیو اینا میذارم ازش. این قسمت کاردیو مونه. این قسمت فانکشناله. اینا هم که دستگاه ها. فول برای هر عضله دستگاه مختلف هست. 3 تا ایستگاه هم داریم، 3 تا استیشن داریم که خیلی عالیه، چون اکثر باشگاه مکفید یه دونه یا 2 تا داره. هم قسمت دمبلا. این دیوار اینجا هم خیلی دوست دارم. قسمت دوست داشتنی من هم که این بندهای TRX، 2 تا هم TRX داریم، یکی اونجا یکی اینجا. بریم طبقه پایینم نشون بدم و برم لباسامو عوض کنم. این همه باشگاه رو از پرچما زدن. خیلی دوست دارن دیگه. کلا آتاتورک که چهره خیلی محبوبه براش. میگم فارغ از دولت و حکومت و مخالف و موافق خیلی دوست دارم. این اتاق هم اتاق فیت لبه. حالا یه ویدیوی جداگونه میخوام برای اینجا بگیرم، بهتون کامل توضیح میدم. اتاق آنالیزمونه. اینجا هم استدیوی پیلاتس و کلاس‌های گروهی که اینا هم باز کامل ویدیوهای دیگه توضیح میدم، نمیخوام خیلی ویدیو طولانی بشه. این هم رختکن خانوما اینجا. اونم اتاق پرسنل. آشپزخونه‌مونه. Nasıl gidiyor? İyi, çok şükür. اینجا هم که دوش و دستشویی. این کارم هر روز میکنم، غذامو میارم بذارم توی یخچال. Kolay gelsin abla. اینجوری دیگه. این پروتئین بارا هم خیلی دوست دارم. خیلی خوبه برای قبل تمرین با قهوه. حالا دیگه وقت قهوه خوردن ندارم، یه دونه بخورم یه خورده انرژی بگیرم. این هم تمرین امروز با شاگردم. تمرین فانکشناله. 4 تا استپ داریم، 1 2 3، این هم 4. اینجوری قرار انجام بدیم. Dört, 5, 6, 8, 9, 10. Evet, bitti, yeter. Şimdi estep. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. خب تمرین شاگردم تموم شد. الان غذا رو بخوریم، بذارم گرم شه. اینم تو برق نیستش فکر کنم. evet. اینجا اینجوری قهوه ساز و چای ساز و مایکروفر و یخچال و اینجور چیزا هم هستش که بچه ها دیگه راحت بشن دیگه. یه دونه مبلم اینجا داریم با میز. خب بچه ها الان هم سر شیفتم شیفت باشگاه. این کارتو باید بندازیم تو گردنمون و اینم لباس فرممونه و همین دیگه. ساعت هم الان 7:15 بشه. این هم گفتم بگیرم براتون. ببین الان این ساعت کلاس گروهی یکی از مربیامونه، کلاس سایکله، همون کلاس این دو چرخه ها اسپرینت. اینا الان یه خورده معلوم نیست اینجوری. اینجا این بورد کلاس ها رو زده. مثلا امروز من یه کلاس داشتم اینجا. حالا برای هر روز رو اینجوری میزنه اینجا. دوباره مثلا برای فردا کلاس من ساعت 2 بعد از ظهر. یه خورده اینجا صدا زیاده، صدای من شاید خوب نباشه. اینم گفتم نشون بدم. خب اینا رو هم بچه ها گفتم نشونتون بدم. این لباس فرمامونه، من وسایلمونه و این هم خودم. بچه ساعت 9 شب شد. منم دارم از باشگاه در میام. دوباره موقع خروجم باید همین کار رو اپلیکیشن رو باز کنیم، QR کد رو بزنیم اینجا خروج کنیم که ساعتمون ثبت بشه. خب بچه ها اینم امروزمون بود و تموم شد. الان ساعت 10 دیگه. نزدیک خونه رسیدم و خواستم این ویدیو رو بگیرم، هم یه جورای آشناییتمون باشه، هم این که از این به بعد بیشتر میخوام ویدیوهای باحال کاربردی و امیدوارم که به دردتون بخوره. دوست دارم که شما هم نظری، پیشنهادی، چیزی دارین بذارین، با هم دیگه دوست بشیم و کلی دوستای جدید پیدا کنیم کنار هم و از تجربیات هم استفاده کنیم کلی. لایک و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم بتونم اطلاعات خوبی بهتون بدم و دوره هم با هم کیف کنیم. شبتون بخیر. شب و البته روزتون هر جایی که هستین. خب بچه ها ساعت رو ببینید، ساعت 10 شبه. منم الان رسیدم تو پارکینگ. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره. این ویدیو بیشتر گرفتم که هم یه جورایی آشناییت باشه، هم این که یه روز کاریمو سعی کردم که بهتون نشون بدم. حالا این که اصلا من چجوری مربی شدم، چجوری اینجا چه پروسه‌ای باید بگذارید برای مربی شدم و خیلی چیزای دیگه باهاتون حتما به اشتراک میذارم و بهتون توضیح میدم. تمام اطلاعاتی که دارم و با هم دیگه به قول معروف رد و بدل میکنیم و به اشتراک میذارم باهاتون. امیدوارم که به دردتون بخوره و دوست دارم کلی دوست جدید پیدا کنم و اینکه با هم دیگه همگی آشنا بشیم و کانالم حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید که منم برام انگیزه‌ای بشه بتونم بازم ویدیوهای باحال براتون بذارم. حالا کلی ویدیوهای باحال و جدید میخوام براتون درست کنم و بذارم از این به بعد. کانال رو دنبال کنید که میخوایم کلی با هم کیف کنیم. شبتون بخیر. میبینمتون انشالله باز.